برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض‌آباد را غافلگیر کرد. برف غیرمنتظره حاصل درخت و کشتزار ساکنان جماعت‌های قلعه دشت، مسکین آباد و چند ده دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است. تنها در این خواجگی نزد حولگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما می‌بینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب‌ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خواجگی حدوداً 20 تن حاصل می‌گرفت و تقریباً تا 80,000 سومون درآمد می‌دیدند. اما امسال میگویند از این حاصل امید ندارند. ساکنان جماعت‌هایی که در ناحیه فیض‌آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغ میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض‌آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند. شخصاً یاد نداریم که حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیمов نصرالله قریب که یک 40-50 تن سیبش ناچینده ماند، همه تگی برف ماند. بغیر زینم کارتوشکا ها من از زمین به حاضر وای کنیدگر همه تگی برف، نخود تگی برف، کپوست تگی برف. همین محله همه ضرر دیدگی ای. من همین شخصا این خواجگی من نزد حولگیم. من تخمین به نرخ بازاری اگر گپ زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دیدم. بر اضافه آنکه حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغپروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شبانت که این حاصل نیز تلف می شود. همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سر کرد، خواستیم که خلطه کردن ببریم، که بارون سر کرد سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایده همجا و بالاش کشیدیم. گفتیم که بارون بس کنه میگیریم که برف زده محکم شدیم که موندیم 2 روز اینا برف بردیشه. کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریباً 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مانده است. اما از حاصل زراعت‌هایی که در زمین‌ها مانده است کشاورزان این دهات فیض‌آباد امید خود را کندند. این همین زمینه که شما ایستادگی نوار گرفتین زیاده 1 هکتار زمین کارتوشکا است. این طرفش نخود است. این همین کارتوشکا پونلوسی در ته برف موندگی و یگم گر حاصل جمعی نیست در اینجا. دیگه این زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نامعلوم، برای که این بعدی برف با لای میشه بارون میشه ممکن تماما هم حاصل جمع‌آوری کردن نتونه میودم. بر اضافه زیان به کشاورزان برفریزی اینفراساختور چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است، زیرا راهها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذر قرار دارد. اینو خیلی اصول با همون چپکی این سویتر محمد کندر. هنوز زیان برفریزی شدید در چند دهه فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستانی بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیرباریش آمدن زمستان امسال را تخمین میزدند.